بر اثر انفجار اتومبیلی با مواد ترکنده مجهز در سوریه 10 نفر به هلاکت رسیده، 25 تن دیگر جراحت برداشتند. موافق اطلاع رسانه‌های خبری، ترکیش در قسمت شمالی این کشور در شهر تل ابیض به وقوع پیوسته است. احتمال افزایش یافتن شماره هلاک شدگان این عملی تروریستی وجود دارد، زیرا به گفته حکومتداران وضع سلامتی چند تن از زخمیان وزنین است. خاطررسان می‌شویم که ناآرامی‌ها در سوریه از سال 2011 این جانب ادامه دارند. در این دوره حکومت این کشور توانست در مبارزه بر ضد جنگاوران غالب آید. فعلا در اینجا اینفراستراکچوری در نتیجه جنگ و نزاع خراب گشته را برقرار می‌کنند و مهاجران سوریایی به وطن برمیگردند. پس از یک سال عملی تروریستی در استراسبورگ فرانسه، این شهر دوباره به یارمارکه ادانه آمادگی می‌بیند. خاطررسان می‌شویم که این حمله شب 11 دکبر سال 2018 در مرکز شهر استراسبورگ به وقوع پیوسته 5 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. پس از این واقعه در فرانسه سطح بلند خطر عمل‌های تروریستی اعلام گشته، نظارت در سرحد و جای‌های جمعیتی این مملکت پرزور کرده شده بود. پس از آبخیزی در شهر وینیتسیا ایتالیا، پارلمان اروپا نقشه دارد که مسئله حفظ میراث فرهنگی را از آفت‌های طبیعی مورد بررسی قرار بدهد. حجم خسارات آفت به بیش از 1 میلیارد یورو میرسد. البته سازمان و تشکیلات‌های خیریوی یک قسمت این مبلغ را برای برقرار کردن یادگاری‌های تاریخی جمع‌آوری نمودند، ولی حکومتداران میگویند که روند نوسازی انشاءات باستانی خراب گشته طولانی خواهد بود. در نتیجه آبخیزی مجسمه وینیتسیا که بر روی خط میراث فرهنگی یونسکو شامل است، نیز زیر خطر قرار گرفت. خاطررسان می‌شویم که آبخیزی آخر در این شهر دوام 50 سال آخر به سابقه ارزیابی می شود. از سبب سوختار در یک مهمانخانه شهری استبورنی بریتانیای کبیر، همه آدمان داخل این بنا را به جای بخوف کوچانیدند. موافق اطلاع رسانه‌های خبری، علنگه آتش همه 4 قبط بنا و بام آن را به کام خود کشیده است. این مهمانخانه که میانه‌های عصر 19 قامت افروخته بود، یکی از جایهای تاریخی شهر استبورن به شمار می‌رفت. به مکان حادثه 12 گروه آتش نشانان حاضر شده بر ضد سوختار مبارزه بردند. به اطلاع حکومتداران بر اثر سوختار کسی ضرر ندیده است. پلیس بریتانیای کبیر سبب‌های سر زدن سوختار را در این مهمانخانه معین می‌کند.